پیش کریستالی رو پیدا کردم که میتونست مرا به فاتح تمام فاتحان تبدیل کنه و دیگر هیچ سرزمین نبود که زیر سلطه من نباشه. ولی پادشاهان 7 سرزمین متحد شدند و مرا زندانی کردند. سالها گذشت، هزاران سال گذشت تا اینکه یک روز یک کاوشگر جوان اومد به غار من و مرا آزاد کرد. من برگشتم. حالتون چطوره؟ امیدوارم شاد و خوب و سلامت باشید. من آریان هستم و امروز اومدم با بازی اویل تاور. یه بازی تاور دفنسی هستش که ما تو نقشه یه جادوگر خشن خیلی شرور هستیم که از انسانا کینه به دل گرفته و دنبال تلافی میگرده. خب بریم با محیط بازی آشنا بشیم. البته اینم بهتون بگم که من همیشه قبل از اینکه بخوام ویدیو رو استارت کنم یه ذره بازی میکنم بازی رو، ولی این بازی رو من به شدت دوست داشتم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا شدیدا من فریک زده بودم روش که بشینم بازی کنم و همینطور ادامه بدم بازی رو. خب پرحرفی نکنم، برم با محیط بازی آشناتون میکنم. ما یه جورنال داریم اینجا. جورنال میاد میگه آقا ما چه انیمی هایی داریم. ببینید من تا کجاش رفتم، من تقریبا نصف بیشتر بازی رفتم. و یه سری هم پاور UPS داریم که حالا جلوتر بهتون توضیح میدم داستانش از چه قرار هستش. این قسمت ستینگ بازیه. ستینگ ما میتونیم توش حالا آهنگ بازی رو قطع و وصل کنیم، صدا رو، حالا هر چیزی که نیازمون هست و بهمون داده. خب پرحرفی نمی‌کنم. این آیتم‌های پایین بازی هم من بعداً توضیح خواهم داد 100%. حالا اینا بهتون 100% بهتون توضیح میدم که هر کدوم از اینا چه قابلیتی داره. من سریعا برم شروع بازی. خب بچه ما نقشه همین جادوگره رو داریم که یه دونه جمی پیدا کرده که من حالا چون که یه ذره بازی رو بردمش جلو بهمون هی ویوهای مختلف حمله میشه. حالا ما الان ویو 1 هستیم، داره چیز میکنه. من سرعت بازی رو یه ذره زیاد میکنم. خب برای شروع بازی بهتره بگیم که من الان زیاد کار برای انجام دادن ندارم. بخوام اول البته بیشتر از همه رنج ما داریم. ما الان 5 تا در واقع چیز اینجا داریم، 5 تا قابلیت ما داریم اینجا که یکی دمیجمون رو میتونیم افزایش بدیم با آپگرید کردن، یکی فایر ریتمونه که همون سرعت زدن همین گلوله‌های بنفش رنگی که میزنه، یه دونه از جونمونه که حالا اونم بهتون توضیح میدم. خب توی این قسمت ما میتونیم تاوری که الان این جادوگر روش وایساده رو تقویت کنیم. خب من برم ببینم کدومش الان بیشتر به دردم میخوره. من به نظرم این هر کدوم از اینا یه سری قابلیت داره. مثلا این یه دونه توپ بنفش رنگ رها میکنه و بهشون به صورت دمیج حالا یکی یکی میره به همه دمیج میده. این یه 4 تا تیغ پرت میکنه از کنارش که من اینو برداشتم دستم خورد میسکلیک شد. حالا مهم نیست، پیدا میکنید. الان نگاه کن پشمام چه تاوری شد. خب دمیجمون خیلی بالا، خدا رو شکر میکنم اینا. ما خب داشتم بهتون توضیح میدادم یه دونه ریجنریشن داریم که هر ثانیه برامون حالا 3/10 ثانیه هست، هر ثانیه در واقع 3/10 جونمون رو ریپیر میکنه. خب ما با هر بار که لول اپ میشیم، یعنی با زدن یونیت هایی که داریم، در واقع با این یونیت هایی که داریم لول اپ میشیم و چیزهای مختلف بهمون میده. حالا ما میتونیم اینجا دمیج فور اسپید رو بگیریم، یعنی گلوبال دمیجمون رو میبره بالا. توی این مورد گلوبال دمیجمون میره بالا ولی فایر ریتمون میاد پایین. من اینو دوست ندارم. این یکم یه تورنیدو سامن میکنه، در واقع یه دونه طوفان سامن میکنه هر چند ثانیه یک بار، هر چند دقیقه یه بار که یه دمیجی میده. من این لانچر فایرورک در واقع فایرورکر در واقع انتخابش میکنم چون خیلی به نظرم قوی‌تر و خیلی جذاب‌تر میتونه باشه. خب من سریعتر میرم دیگه سراغ آپدیت کردن فایرورک و اسپاک دمیجمون و خود دمیج خودمون یه ذره میبرم بالاتر. فایر ریتمون هم بد نیست یه ذره بالا باشه. خب اینجا ما میبینیم که ما با هر کشتن هر یه دونه از این در واقع انسانایی که میان سمتمون به خاطر اینکه با ما دشمنی دارن،
میتونیم پول و ایکس پی دریافت کنیم ازشون. جم هم میتونیم دریافت کنیم که برای آپدیت کردن خارج از بازی خیلی جذابه. خب ما کولدان رو بگیریم یا سامن رو بگیریم؟ من سعی میکنم کولدان رو میگیرم چون دوست ندارم از چیز استفاده کنم. فعلا اسپایکمون قوی هستش به اندازه کافی به نظر خودم. خب یه بار دیگه رنجمون افزایش میدیم. اسپایکمون رو قوی تر کردم که بتونیم راحت تر چیز بدیم، دمیج بدیم. در واقع من اشتباه گفتم، من اسپایکمون رو قوی کردم، طوفان نگرفتم چون طوفان زیاد به نظرم کاربردی نیستش. خب من همینطوری که داریم میبینیم الان اسب سوار اومدش. نمیذاره توضیح بدم اصلا من 20 ساب. خب من این اسپایکامون رو میتونیم چیز کنیم. این متیورم خیلی دمیج زیادی میده. ما یه سری انمیای در واقع تانکیتور داریم، جونشون خیلی زیاده. این متیور واسه اونا جوابه. اینم یه سری روح ول میده به سمت اینا، روح پدرشونو در میاره. من به نظر خودم همین شارپ تاور رو بگیریم یا اینو میگیرم. خب نگاه کنید، پشمام حاجی، نگاه کن چجوری میزنیدشون. اصلا فکر نمیکردم انقدر دمیج بدم. خب من این بازی آخه چند وقت پیش دانلودش کردم و خب چند روز پیش بازیش میکردم، اصلا یادم نیست که الان داستانش به چه صورت خواهد بود. گفتم بذارم یه ذره ازش بگذره که من خودم هم یادم بره، برنامه جدیدی داشته باشه. خب ما یه سری اینجا قابلیت داریم، اینجا که من میبینید الان دست گذاشتم روش، اینا بهمون مثلا حالا اولیه بهمون جون میده. خب من دوباره قوی داشتم میشدم، یعنی لول اپ شدیم در واقع. این یه ویزاردمون رو لول اپ میکنه، خودمون رو در واقع لول اپ میکنه. این یه دونه ابیلیتی داره که حالا بهتون نشونش میدم، اون ابیلیتی رو قوی میکنه. این هم که باز متیور رو، همین شهاب سنگایی که پرت میشه رو زمین رو قوی تر میکنه. من متیور رو زیاد میکنم که 3 تا این بار میزنه، ما قبلا 2 تا میزد الان 3 تا میزنه. خب من دوباره میرم سراغ تقویت کردن. فایرورکمون رو من قوی میکنم چون من به نظرم فایرورک چون که اتک اسپید بالایی داره و همزمان میتونه چند نفر رو بزنه، از قدرت خیلی زیادی برخورداره. خب ما الان یه باس اومده الان واسه ما، باسمون رو بزنیم ببینیم چه شکلی میشه. خیلی خوب، خیلی خوب سری زدیمش، خیلی عالی، اصلا فکرش نمیکردم. خب اینجا میتونیم ما الان یه دیوار بگیریم یا رنجمون رو افزایش بدیم. دیوار به نظر من زیاد دفاعیه، من زیاد باهاش کار نکردم، یعنی در واقع زیاد اصلا باهاشون کار نکردم باهاشون از اینا. این شارپ تاورم تازه من باش اولین بار دارم باش کار میکنم. خب من اینو دوباره تقویتش میکنم. پشمام حاجی چه چیزی شد. بچه‌ها خیلی لایک ها ویدیو کمه، لطفا لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. پشمام حاجی چقدر این چیزا که میبینید بنفش رنگن، این یونیتا که میبینید بنفش رنگن، اینا چیز خیلی زیادی دارن، جون خیلی زیادی دارن، در اینا بهمون شارت میدن. خب chance for shot to deal area damage، من دوست دارم بیشتر بزنه، مولتی شات میگیرم، خیلی بیشتر دوست دارم خودم مولتی شاتو. دوباره میریم سراغ آپگرید کردن. این بچه یه سری چیز میده وقتی شما باسا رو میزنی، یه سری شما با دیدن یه چیز میتونید در واقع سکه زیادی بگیرید. من اینو میگیرمش به خاطر اینکه بتونیم ویوای زیادی بزنیم، وگرنه اگه نگیرمش خیلی پیشرفتمون کند میشه. حالا ببینم اگه بشه. خب بچه من این چیزو دیدمش، خیلی سریع هم گذشتش. من حالا براتون یه کات سریع زدم که چیز داشه. ما الان میبینید چقدر ما سکه داریم، تقریبا 500 سکه به ما داد که این خیلی به روند ما کمک میکنه. من سریعتر فایر ریتمون یه ذره میبره بالاتر. اچ پی توی این بازی حرف اول میزنه چون که خیلی اچ پی ما کم میشه. الان شما نبینید ما داریم خیلی سریع ویوار رو میزنیم، یا کنیم مثلا این الان داره نزدیک تاور ما میشه، نباید نزدیک ما تاور ما بشن، باید سریعتر تمامشون از بین برن. خب من دوباره یه ذره اسپایکامون رو قوی میکنم، در واقع تیرای خود قلعه را که داره پرت میکنم من قوی تر میکنم، یه مقدار متئورمو قوی تر میکنم، یا در واقع همون شهاب سنگایی که داره میخوره به زمین رو قوی تر میکنم که یه ذره باسای جلوتر میاد چیز کنیم. خب حالا میگه مولتی شات 2 ما میتونیم براش بگیریم که میتونیم اکسترا شات بزنیم، یعنی در واقع 2 تا شات هر الان با هر یه دونه که بخواد بزنه 3 تا در واقع ما تیر داره میزنه اون جم بالا سر این داداشمون. خب یه سری ایونت ها داره، میگه که اگه به این دختر کوچولو ما کمک کنیم یه سری چیزها ممکنه بگیریم. خب میگه که اگه این دختر کوچولو ما کمک کنیم باز that your village میگه که آقا شما مثلا چیز به ویلیج ما رحم کنید.
alright now stop being من اینو میزنم ببینم چه شکلی میشه. خب 26 تا شارد به ما داد، خیلی عالی شد. 26 تا شارد. حالا این شاردار من بعد از بازی بهتون توضیحش کامل میدم که اصلا به چه صورت خواهد شد. خب من سریعتر باز دوباره فایروارک هم یه ذره قوی تر میکنم، یه ذره رنج هم قوی تر میکنم، یه ذره دمیج خودم رو میبرم بالاتر و اچ پی. من اچ پی ریجن الان میبرین الان بردمش بالا به خاطر اینکه الان هنوز نیاز نداریم بهش. خب الان میبینید که این ویو پرنده بود. خب پرنده ها رو ما سریع میزنند، خود تاورمون هم دمیجشون بالاه. خب این خیلی چیز حساسیه. این واینایی که میبینید در واقع یه سری خزن روی زمین، یه ذره دمیج خیلی زیادی نه ولی کم هم نمیدم، روی زمین پخش میشن رو اون دایره‌ای که میبینید، اون رنجی که حالا تاور ما هستش، اونا پخش میشن و دمیج حالا به صورت پر سکند به چیز میدن. اینم که کریتیکال دمیج 10% چانس داره همون تاوری که ما داره میزنه دمیج خیلی زیادتره میزنه. اینم آیس باله. من آیس بال انتخاب میکنم. آیس بال به خاطر اینکه ما الان دارن این یونیت، ما زورمون زیاده ولی اونا سرعتشون زیادتر. من آیس بال میگیرم که بتونه سریعتر اینا رو سرعتشون رو کمتر کنه. خب البته الان تازه الان متوجه میشید الان داستان از چه قراره. الان بازی خیلی سخت‌تر شد. من یه ذره سرعت کم میکنم بتونم ببینم به چه صورت خواهد بود. خب من دوباره اچ پی ریجن یه ذره قوی تر میکنم، باز دوباره یه ذره هلسمو میبرم بالاتر. الان میبینید من دارم اینطور بازی میکنم چون که خیلی یهو وحشی میشن، اصلا عجیب غریب وحشی میشن. من نمیدونم انسانن چی ان اینا، حیوانن. خب بابا اینقدر وحشی که دیگه حالا من مگه چیکارتون کردم؟ ولی خب ما هم جادوگر بعد قصه ایم دیگه. جادوگر بعد قصه هم جز این نباید در واقع عاقبت داشته باشه. خب ما سریعتر باز دوباره میرم سراغ آپدیت کردن، آپگرید در واقع، آپدیت نه، آپگرید کردن وسایلی که داریم. اینو من یادم رفت بدون توضیح بدم. اینه که میبینید خب مثلا استرایک این در واقع از این اومده، من اینو بکشمش خب الان میگه که آقا فایر ریت تو انتخاب کن، فایر ریت یا استرایک. من استرایک انتخاب میکنم، این لولمون رو در واقع قوی تر میکنه. خب من دوباره اینو چیز میکنم، یه بار دیگه میتونیم بزنیم تا ببینید چه قدرتی الان پیدا کرد. الان که یه ذره تقویتش کردیم چقدر قوی تر شد. اینو نمیدونم، این الان باگ خورده این قسمت، الان باگ، الان نمیدونم چرا نمیزنه. بچه‌ها اینو من بذارید بهتون توضیح بدم. این منجنیقی در واقع این تاور چیزی که داره میاد خیلی سگی قویه، خیلی جون داره. نگاه کنیم متئور ما الان داره تقریبا 80 تا بهش دمیج میزنه ولی اصلا انگار داریم نوازشش میکنیم. اگه ما این توپ برفیه رو نداشتیم 100% کارمون در اومده بود. من سریعتر از این اسپلم استفاده میکنم چون که ویوای خیلی سختری ما داریم، میخوایم سریعتر بزنیم، پول در بیاریم سریعتر. آقا به هر حال خرج زن و بچه داریم میخوایم بدیم، ربطی نداره ولی خب کار میکنیم. من یه ذره سرعت بازی رو دوباره بیشتر میکنم. یواش بیا نزدیک قلعه، اینجا میای یواش بیا، یواش اومدی، بدو. بچه لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. اگر از این بازی خوشتون اومد حتما نظراتتون رو بنویسید، خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم ببینم چه نظری دارید. اگه بازی مد نظرتون دارید حتما بگید. خب من توی این چیز زیاد جذاب نمیبینم اصلا کل این ستا رو. میتونم ریلول بکنم ولی خب باید تبلیغ ببینم، من اینو دیگه دوست ندارم دیگه اینقدر تبلیغ ببینم. خب من این بونوس شات رو میگیرم که اگه به یه نفر شانس داره که اگه به یکی از این یونیتا این توپ بنفش ما بخوره همزمان به یکی دیگه هم بخوره، همونجا کمونه کنه بره تو چونه یکی دیگه. خب حاجی خیلی دارن نزدیک میشن، من نمیدونم دیگه الان یه جایی به بعد خیلی غیر منطقی قوی میشن. خب اونم سر همیناسا، اینا خیلی کارا سخت میکنن. اینا اگه مثلا سریعتر زده بشن اصلا بقیهشون مهم نیستن. خب
بریم سراغ اسپایکمون. یه ذره قوی‌تر می‌کنیم. 31 دمیج واقعا برای اینکه این کل داره میزنه، ولی 31 دمیج اصلا بی‌نظیره، به نظر خودم که بی‌نظیره. خب الان ما باس برام اومده. این بیلدینگ بریکر در واقع اسم این باسه که الان اینجا داریم. ما اگه سریعتر بتونیم، هر چقدر سریعتر بتونیم، این قبل از اینکه برسه به ما، این جون ماه، اینم ایکس پی ماه، هر چقدر سریعتر بتونیم ما اینو بزنیم، قطع به یقین چی میشیم؟ این در واقع کمتر به تاورمون دمیج میده. خب الان اینطوری که دارم میبینم بوش میاد، بوی بدی داره میاد. نیگوکو چقدر خوب زدیم، خیلی عالی زدیم. خب من دوباره اکسترا شاتو میگیرم. با فایر ریت میگرفت دیگه. آریان اشتباه کردم. خب من دوباره اینا رو میبینم، چون که این واقعا نگاه کنید خیلی کمک حاله. من الان اگر ول کنم کلا 2 تا ویو دووم میارم، ولی این اگه بزنم تا 5 6 تا ویو حداقل دووم میارم. من یه بار دیگه یه دونه تبلیغ ببینم، دوباره براتون یه کات میزنم. توی این فرصتم شما حتما لایک و کامنت و سابسکرایب رو انجام بدید. خب من برم یه دقیقه اینو ببینم. خب بچه من دوباره اومدم و الان میبینیم که 800 خورده ما به ما پول داد و الان ما 900 پول داریم و خیلی به ما کمک میکنه این موضوع. خب من دوباره یه ذره فایر ورکم رو قوی تر میکنم، چون که این تمام فشار داستان ما روی اینه. من اگه اگر من این فایر ورکم رو قوی نکنم، در واقع چی رو قوی کنم؟ این به نظر من بهترین چیز اسپایکامون رو قوی تر میکنم که سریعتر بتونه به این داداشامون ضربه بزنه، چون که داره دست جمعی در واقع داره میزنه. خیلی به نظرم تاثیر داره رو کارمون. من یه ذره دمیج خودم رو میبرم بالاتر، یه ذره دمیج متئورم رو میرسونم به 100 تا. 100 تا واقعا عدد زیادیه، ولی از یه جای به بعد اینا آرمور دارن. بیشرفا آرمور دارن. من نمیتونم بزنم اینا رو. بابا نقی جان بدو. خب توی این یکی چیزمون میگه که آقا یه مگا بمب داریم. مگا بوم. خب یه مگا بوم داریم که نمیدونم چیکار میکنه، من انتخابش تا حالا نکردم. گلد ماین داریم که میتونه از هر چند ثانیه یه بار به ما یه ذره یه مقدار پول میده که من اینو دوست ندارم. دمیج هم دوست ندارم بیاد پایین، ولی 15% دوست دارم. نمیدونم چرا من این انتخاب میکنم این بار. بذار ببینیم که به چه صورت پیش میره بازی. خب من یه ذره اشپریجنمونم قوی تر میکنم، امیدوارم که بشه. من اینا رو حالا میزنم یه ذره بمیرن سریعتر. خب من یه ذره سرعت بازی هم الان بیشتر میکنم. این اسکیپ بالا هم که میبینید سریع یه راندو میپرونه، ولی خب ما الان نداریم. این پولیه یا تو الان ایونتی به ما در واقع میده تاش. خب من دوباره فایر ورک و دمیج خودمون رو زیادتر میکنم. یه دونه دیگه از اینا میزنم. خیلی نزدیک نشید. برید گمشید مزاحم نشید. برید گمشید. اوی حاجی چقدر سر نیزه هاشون تیزه. من تازه نه باشه نیا. من یه ذره دیگه اینا تقویتش میکنم. نگاه کنید ما الان دمیج خوردیم از این سر نیزهشو کرد داخل برج ما. خب ما اینجا میتونیم الان آیس بالمون رو تقویت کنیم. آیس بال به چه صورته؟ الان 2 تا اورب داریم، در واقع 2 تا از اون دایره ای داریم. خب خیلی الان بهتر شد. ما سریعتر میتونیم اینا فریز نگه داریم. اوف توپ اومد. توپا یه ذره از فاصله بیشتر میزنه. داره میزنه. آخ چه بد زد. تازه فکر کنید من الان چیز کردم. من تازه الان تقویت کردم. چقدر تقویت کردم باز باختیم. خیلی بازی سنگینه، خیلی بازی در واقع طولانی و در واقع طولانی نیست، خیلی جذابه به خاطر اینکه هی میخوای بری. خب بریم داخل بازی. خب بچه‌ها من انگار دوباره دستم اشتباهی خورد روی حواسم نبود اصلا روی تبلیغ. خب من اشکال ندارم، من اتفاقا به نفعم شد، مشکل ندارم. خب ما یه دونه جورنال داریم الان بهمون نشون میده ما چه سربازایی الان ما باهاشون جنگیدیم. یه دونه فارمر بوده، کشاورز بوده، اسپیرمن بوده، پرزونر بوده، نمیدونم تورچمن بوده، خیلی ها بوده. ما تا اینجا الان اومدیم. قبل دفعات پیشی که من اومده بودم من تا این منجنیقه اومده بودم، خیلی زیاد اومدم. هر کدوم از اینا هم که شما یک دفعه بکشیدشون وقتی که بازیتون تموم میشه یه دونه 10 تا از این الماسای سبز رنگ بهتون میده. خب این هم در واقع چیز هستن، اسپلای هستن که حالا من در طول این چیزا استفاده کرده بودم.
بریم سراغ آپگریدا. این آپگریدا از همه چی مهمتره، از نون شبم واجب تره. اینا رو اگه انجام ندید در واقع خیلی باخت دادید. من دمیجمو بردم به حدی در واقع بردم بالا که بتونه توی ویوای اول کامل اینا رو با یه ضربه اینا رو با 2 ضربه بزنه. خب در واقع دمیجمو به این حد بردم بالا و دیگه صلاح ندونستم که بخوام چیز کنم. سلیقه دیگه شما هم اگه خواستید سلیقه هر جوری میخواید اصلا برید هر کاری دلت میخواد بکن، اصلا بازی نکن. شما همینو ببینی بسه، ارضات میکنه. همین الان برات ارضا نشید با این بازی که من انجام دادم. خب کوین پر دمیج، حالا من افزایش دادم بهتون گفتم این جونمون افزایش میده، این ریجنریشن یا همون مثلا هر چند ثانیه یک بار یا ثانیه‌ای در واقع ثانیه یک بار یه ذره جونمون رو پر میکنه. رنجمونه که اون ویزارد بیناموس تا کجا میتونه بزنه. پیرسینگمونه که در واقع شیلدایی که دارن. نگاه کنید مثلا الان شما الان دقت فکر نمی‌کنم کرده باشی، خودم هم یه ذره بهش چیز نکردم. این حالا مثلا یه ذره جلوتر این در واقع یونیتایی که برام میاد، این انمیایی که برام میاد یه چیز دارن، در واقع بگید آرمور دارن. این پیرس دمیج در واقع میاد آرمورشون رو از بین میبره. ما میگم مثلا الان میگه من 65 تا از آرمور اونا رو اصلا حساب نمیکنم، من میکنم 70 تا که بتونه راحت تو پا رو بدون اینکه بخواد دمیج ما رو کم کنه بزنه. اینیتیال گولد هم در واقع یه گلدیه که ما همون اول بازی گلد میگم، کوین هم همون اول بازی ما داریم. این هم خب به صورت پسیو توری، به صورت همیشگی ما هر ویو اینجا کوین پر ویو داریم. ما دیگه حالا قوی تر میگیم. این ور داستان ما یه داستان جذاب تره. شما با 100 تا پرداخت 100 تا چیز در واقع 100 تا از این جما یه سری ابیلیتی های خاص و پسیو توری میگیرید. خیلی جذابه. مثلا چانس داره یه دونه از 1% چانس داره که اصلا یه اتک کلا دشمن رو از بین ببری. یا مثلا این میگه مولتیپل د کریستال فایر ریت، میگه آقا فایر ریتمون رو میبره بالاتر. نمیدونم کریتیکال چانس داره بهمون میده، کریتیکال دمیجمون رو میبره بالاتر، اسپر ریلودمون رو سریعتر میکنه. من یه ذره دیگه حالا قوی تر میکنم با چیزو یه ذره اینا رو قوی تر میکنم که دیگه خودتونم دارید میبینید. بازی به همین شکله تا ویو 50. شما تا ویو 50 رو که بزنید در واقع تمام این جورنال رو انجام دادید و میتونید برید مرحله بعدی. ولی خب خیلی باید زمان زیادی بذارم. اگر دوست داشتید 100% با هم دیگه این بازی رو انجام میدیم. تو کامنت ها بهم بگین اگه دوست داشتین 100% توی این. حالا من اینم بهتون بگم میشن ها، ما یه سری حالا میشن داریم، خب به هر حال توی هر بازی هست این داستان. یه سری میشن داریم ما اینا رو انجام میدیم، بهمون حالا به یه سری چیزا میده دیگه، جم بهمون میده، کریستال بهمون میده، حالا هر چیزی که هست. این قسمت هم من واقعیتش اصلا از همون اولش هم نمیدونم چک یور اینترنت کانکشن بزنم. من هر چقدرم کانکت مال من اصلا 5G هم هست، کانکت فیلتر چکن هم زدم ولی بازم کار نمیکنه. ولی مهم نیست دیگه، حالا من کارم خودمون رو داریم جلو میبریم. خب بچه‌ها من تا اینجا استاپ میکنم بازی رو. این زمین جدیدم خب هنوز نتونستم برم، حالا اگه خواستید با هم دیگه میرسیم تا این زمین، حتما میرسیم. خیلی بازی جذابه، خیلی بازی به نظرم جای پیشرفت داره، 100% جای پیشرفت داره به نظرم. خیلی بازی خوب و داستان داره دیگه. داستانش هم براتون اول بازی میذارم که ببینید اصلا چی شده که ما یه جادوگر خبیث شدیم که در علیه در واقع انسانا برخواستیم. خب امیدوارم از این بازی لذت برده باشین. من حالا یه دست میزنم چون که الان بخوام یه دست دیگه شروع کنم تایم ویدیو به شدت طولانی میشه. من به نظرم حالا اگه دوست داشتید حتما تو کامنت ها بگید که اگه تایم طولانی ترم دوست داشتید براتون میگیرم، مشکل نداره. فعلا با اجازه بچه‌ها قربونتون برم، مراقب خودتون باشید، خیلی هم شیطونی نکنید. خدا نگهدار جیگرای طلا.